این الدین عند الله الاسلام، بیترین دین به نزد الله متعال جل شانه اسلام هست و پسندیده ترین دین اسلام هست. دین به معنای عبادات، یعنی عبادت های عقیدتی و عملی و مالی و سیاسی که همه خاص برای رضای الله متعال انجام داده میشه و در هیچ یک از انواع عبادات با الله جل شانه هیچ کس شریک نمی باشه. این دین هست. دین یعنی قرآن و سنت، آنچه که قرآن کریم حکم کرده از آداب اسلامی شروع تا مستحب و سنت و واجب و فرض، و آنچه که منع کرده از بیادبی و گناه صغیره و کبیره تا کفر و شرک و ارتداد و نفاق. ایش امر و نهی الله شامل دین هست. به روش رسول الله صلی الله علیه وسلم عملی کردن این میشه شامل کلیات دین و این دین هست. و در دیگه جا الله متعال جل شانه میفرماید فدعوا الله مخلصین له الدین ولو کره الکافرون، سوره مؤمن آیت 14. بخوانید الله متعال را و ذکر کنید الله متعال را، به فریاد بزنید الله متعال را و مخلصانه خالص از شرک و کفر و ارتداد و نفاق و بدعت در اعمالتان نباشه، خالص باشه. ولو کره الکافرون، گرچه کفار شما راضی نمیشن. اما اینجی هم که است فرقه های گمراه مثل روافض و مثل امارت طالبان که است با دین الله زیاد مشکل داره. امارت میگه که ما نمیتونیم که به همه دین عمل بکنیم، ما اهل دین نیستیم، ما اهل مذهب هستیم، اهل طریقت و اهل تصوف هستیم. هرچی که پیرا و مرشدای ما بگن و هرچی که روسیه و پاکستان و خلاصه نظام روافض ایران بگه و همسال ای بری، که به هر عمل که انجام میده آیت قرآن استدلال نمیکنه و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم استدلال نمیکنه. چرا؟ اگه آیت قرآن میگه عمل کنیم دیندار میشیم، حدیث عمل کنیم ما اهل حدیث میشیم، باز میگه مذهب بیرو میشیم و ما خو اهل حدیث نیستیم دیگه، ما اهل غزل و چاربیتی هستیم. به اصطلاح ما اجازه نداریم به هر حدیث و به هر سنت عمل کنیم، اگه عمل کنیم باز وهابی و سلفی میشیم یا غیر مقلد میشیم. پس اول اینا در دین اختلاف دارن با الله متعال جل شانه. همون دینی که الله میگه پسندیده است، اینا میگن بعضی جایش ما درست قبول داریم، بعضی جایش هم مشکل است که ما قبول کنیم و این امکان نداره. به این مناسبت همین تو میبینین که بعضی جا بیدینی میکنن و بعضی جا دینداری، یعنی دین و بیدینیشون گد از خودن. و ولو کری الکافرون، گرچه کفار از شما راضی نمیشن اگه شما از شرک و کفر و ارتداد خود پاک کنه. این یک دلیل است که هرگاه کفار از شما راضی شدن شما کافر هستین. یعنی و عبدالله ایزام رحمه الله میفرمود که هرگاه کفار با شما مشکل نداشتن شما در ایمان خود تجدید کنیم، یعنی تجدید شهادتین و عقیده و تجدید نکاح کنیم. چرا که کفار که از رسول الله راضی نشد، از صحابه نشد، از سلف صالح نشد، از شما هم نمیشه اگه مسلمان هستید. اگر شما این رقم یک عکس العمل داره که کفار از شما راضی است، خامخا شما در یک کفر واقعی هستین. یعنی امروز هم الحمدلله میبینیم که منهج خلافت تمام کفار روی زمین و مفسدین روی زمین از راضی نمی باشه. اما از امارت که از حداقل هم روسیه خو 25 سال خوب راضی بود، پاکستان شکمسر راضی بود، آیسای و انگلیسا و نظام کفری و شرکی و ملحد دشمنای ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه، یعنی شیعه های کافر ایران و افغانستان از امارت خوب راضی بود و اینا موزه مشرکین راضی بودن. و اما الحمدلله از خلافت اسلامی هیچ کدام از اینا راضی نیستی، کفار راضی نیستن و راضی نمیشن. و چرا؟ به واسطه که اعمال خلافت اسلامی موافق با کفار نیست الحمدلله و مخالفشان است. و هر کافر به حکم الله متعال ان شاء الله باذن الله کفار حربی رو مردار میکنه و به جهنم الله میفرسته. و دیگه منهج سلف است. منهج سلف چیست؟ منهج صحابه رو منهج سلف میگن. سلف، کلمه سلف در لغت به معنای ما قبلنا، یعنی کسی پیش از شما تیر شده، یعنی پیش از شما که صحابه کرام است. یا به اصطلاح سلف برای ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضی الله عنهم اجمعین و برای تمام صحابه گفته میشه. پس قرآن و سنت بر روش سلف صالحین مسلمان باید عمل کنه، یعنی بر روش صحابه کرام و تابعین و تبع تابعین. اما مجموع یک دیگه کفر امارتی است که میگه ما سلفی نیستیم، ما با سلفی ها میجنگیم، سلفی ها دشمن مذهب ماست و سلفی ها رو دیگه چی میکنیم؟ اجازه درس و تدریس و دعوت نمیدیم و عالم سلفی رو هم که گرفتیم بالایش تیزاب میریزیم، سرش از تنش جدا میکنیم، سگ ها رو بالای جسدش یله میکنیم، مثل شیخ متوکل رحمه الله بره که رو به شهادت رسوندن و همسال اینها. اینا میگن ما سلفی نیستیم. یعنی چی؟ یعنی ما پیرو صحابه نیستیم، پیرو ابوبکر و عمر و عثمان نیستیم و ما قرآن و سنت به روش ابوبکر و عمر و عثمان قبول نداریم و عمل نمیکنیم. و الله متعال در قرآن میفرماید که ایمان بیاورید به مثل که صحابه ایمان آورد. اینا میگن نه ما به این مشکل داریم، با این با الله اختلاف داره. الله متعال میگه که قل ان الصلاه و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا اول المسلمین. آخر آیتی میگه که یعنی اول آیتی است که
ای پیامبر بگو مردم که نماز ما، روزه ما، قربانی ما، حج ما، زکات ما، تمام عبادات ما مخصوص برای الله است و در تمام عبادات با الله متعال هیچ کس شریک نیست و این امر الله متعال است و من از مسلمان های اول هستم. از مسلمان های اول یعنی مثل مسلمان های صحابه بری، مثل از اینا برستم. و اینا میگن نه ما پیرو صحابه را چی میکنیم؟ اعمال درسش بند میکنیم، اعمالش اجازه نمیدیم و او را باز یک تاپه به نام از میزنیم. هر کس که به سنت های صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل میکنه باز او را ما سلفی میگیم. با سلفی خیر باشه، حال سلفی بگیم مردم دنیا هوشیار شده فهمیده که کلمه سلف به 8 جای قرآن ذکر شده و درباره پیروی کردن از منهج سلف 150 آیت قرآن کریم اومده در قرآن کریم. حال دیگه اینا میقدر هوشیار شدن، حالا میگن نه ما با سلفی ها مشکل نداریم، اصل مراد ما سلفی ها داعشی هاست، سلفی ها داعشی هستن، ما با داعشی ها مشکل داریم. داعشی کی است؟ داعش خو یک کلمه است که کفار و یهود و نصارا و روافض انتخاب کرده بالای دولت الاسلامی و بالای خلافت اسلامی و سربازای خلافت اسلامی و اینا باز همون کلمه رو میگن. اینجا خود به دیگر روش نمیتونن که با موحدین مخالفت کنن، باز همون تاپه داعش به واسطه که هم بین سخن از اینا و سخن یهود و نصارا هیچ فرقی نباشه و کفر اینها با کفر یهود و نصارا مشترک باشه و دشمنی که یهود و نصارا با خلافت اسلامی دارن اینا با دشمنی با یهود و نصارا مشترک باشن، دیگه با شیطان مشترک باشن، به این مناسبت اینا همون کلمه رو استعمال میکنن و بعد چی میکنن؟ مسلمان رو تابع داعش زده یا او رو زندانی میکنن یا تهدید میکنن یا او رو به شهادت میرسانن یا خلاصه اون مسلمان باید فرار بکنه. پس دین امر الله و سنت رسول صلی الله علیه و سلم است که شامل امر و نهی باشه و منهج سلف روش صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین است که باید هر مسلمان ازی پیروی بکنه و حکم پیروی بدن ازی در قرآن و سنت ثابت شده، چنانچه که الله جل شانه میفرماید و من یطیع الله و رسوله اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. هر کس که از الله جل شانه و از رسول صلی الله علیه و سلم اطاعت کرد و تمام اینها را الله متعال کامیابی نصیب میکنه و نعمت و مژده و پاداش بزرگی که به اینا میده، چنانچه که به انبیا علیهم السلام داده بود و به صدیقین تصدیق کننده های آنها داده بود و همیشه تا قیامت هر کس که با دین الله صادق می باشه و کسایی که در راه الله شهید و قربانی شدن. و چقدر زیبا و نیکوست که صالحین یعنی انسان های نیکوکار و متقی و با تقوا و خدا ترس که با اینها در روز قیامت همه یک جا حشر میشن و یک جا میشن، رفاقت با اینها خیلی زیبا هست. همینطور آیات و احادیث و دلایل خیلی زیادی وجود داره در این مورد که باید مسلمان به او عمل بکنه. اما امارت هم دیگه میگه که ما یک 20%، 30%، 35% اسلام قبول میکنیم، با اکثر اسلام مثل یهود بری مشکل داریم. به این واسطه اینا به بعضی از آیات قرآن کریم مؤمن هستند، به بعضی هم کافر و مشرک و مرتد هستند. الله متعال توفیق بده برای کسایی که حق پذیر هستن و انابت دارن که اینا از کفر و شرک و ارتداد خود توبه کنن، به طرف حق برگردن، با سربازهای نظام خلافت اسلامی و نظام توحید و قرآن و سنت یک جا بشن و تا که در روز قیامت در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه کرام یک جا بشن. همونطور که صحابه قبر پرست و پیر پرست و انسان پرست و حزب پرست و مذهب پرست و گروه پرست و زبان پرست و خاک پرست نبود، الله پرست بودن و همینطور باید همه مؤمنین الله پرست واقعی بشن. مثل عمر بن خطاب رضی الله عنه میگفت ای سنگ جل اسود، به ذات الله سوگند است اگر تو را رسول الله صلی الله علیه و سلم بوسه نمیکرد تو را قطعا یک بوسه هم نمیزدم. یک سنگ بیش نیست، نه شفا داده میتونی نه مریض کرده میتونی. پس اینا وقتی که میگن سلفی و وهابی و غیر مقلد و داعشی و فلان فلان، این منظورشون این نامه از ابوبکر و عمر شروع است تا فعلا که هر مسلمانی که به اون نقش قدم عمل بکنه و پیروی بکنه و با کل اینا مشکل دارن. پس اینا در روز قیامت الله متعال اینا رسوا میکنه و در دنیا مگه از کفر و شرک خود اینا توبه نکنن به دست سربازان رشید و موحد و یکتاپرست خلافت اسلامی یکی پی یکی دیگه ان شاء الله مردار میشه و به جهنم الله فرستاده خواهد شد باذن الله.